давлатмурод розиқов бародари абдуқаввор розиқов, як сокини шаҳри кӯлоб, که ماه ینور سال 2023 در بازداشتگاه بر اثر لطکوب و شکنجه جان داد، رسما از وزارت کارهای داخله برای مرگ دادرش طلب 400,000 سومانی تاوان کرده است. ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان یک سازمان حامی حقوق انسان که در این قضیه برای حمایت از منفعت‌های خانواده رازیقوف ادوکات جدا کرده است، روز 13 فوریه سال 2024 در سامانش خبر داد که رازیقوف دولتمراد برادر یک نفر در نتیجه شکنجه و مناسبت بهرمانه هلاک شد. سانحه 5 ینور سال 2024 با عریضه دعواگه عاید به رویانیدن ضرر معنوی به مبلغ 400,000 سومانی نسبت وزارت کارهای داخله جمهوری تاجیکستان به دادگاه نویه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه مراجعت نموده است. برادر دعواگر عبدالقوی رازیقوف سال تولدش 1986 پدر دو فرزند ساکن کوچه دمینزاده شهر کولاب که شام 2 ینور سال 2023 از جانب کارمندان ریاست کارهای داخلی منطقه کولاب با گمان دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود. بعد چند ساعت بازداشتش به طور مرموز در بنای دوره میلیشیا جان داد. مرگ عبدالقوی رازیقوف در بنای میلیشیا در یک سال پیش اعتراض ساکنان را به وجود آورد و صدها نفر با طلب به جوابگری کشاندن گناهکاران آن روز در نزد بنای سردخانه یا مورگ کولاب جمع شده ناراضگی خود را بیان کرده بودند. وزارت کارهای داخله در اول با نشر یک اطلاعیه پایفشاری داشت که گویا عبدالقوی رازیقوف در راه به سوی اداره میلیشیا از استعمال مواد مخدر جان داده است، ولی ساکنان به نشان اعتراض تا زمان به دست آوردن وعده تحقیق عادلانه قضیه مرگ این ساکن کولاب جنازه او را از سردخانه نگرفتند. در پی این اعتراضها دادستانی منطقه کولاب نسبت 3 کارمند ریاست کارهای داخلی این منطقه کراماتوف، خالوف و شریف زاده بر اساس ماده 316 قسم 3 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام برآمدن از حد وکالت‌های منصبی پرونده جنایتی آغاز کردند. در جریان تفتیشات پیشکی و رو زدن دلیل‌های شکنجه و مناسبت بهرمانه نسبت به عبدالقوی رازیقوف، این پرونده جنایتی بر اساس ماده 143 علاوه 1 بند به شکنجه بندوبست کرده شد. 25 یولی سال 2023 دادگاه منطقه کولاب سودشوندگان جمشید کراماتوف، ظفر خالوف و شمشاد شریف زاده بر اساس ماده 143 علاوه 1 قسم 3 بند به در شکنجه به عاقبت مرگبار گناهکار شناخته هر یک آنها به 14 سال زندان نظامش سخت محکوم شدند. این 3 افسر امکنون سابق میلیشیا با حکم دادگاه همچون برای 12 سال از حق اشغال منصب در مقامات کارهای داخلی محروم کرده شدند. ماده 143 علاوه 1 شکنجه همگی چند سال پیش با تقاضای حامیان حقوق و سازمان‌های بین المللی به کودکس جنایتی تاجیکستان اضافه کرده شد. ائتلاف ضد شکنجه گفت که رازیقوف دولتمراد برادر مرحوم در این پرونده جنایتی پر سر و صدا قانونا جبر دیده اعتراف شده و از کردارهای سابق کارمندان مقامات کارهای داخلی به او ضرر معنوی رسانیده شده است. اکنون او تلاش میکند تا توسط دادگاه از وزارت کارهای داخله برای مرگ برادرش تاوان برویاند. در گذشته وزارت کارهای داخله در چندین حالت برای بدرفتاری کارمندانش به پرداخت تاوان به خانواده‌های قربانیان شکنجه از جمله به نزدیکان بهرام‌الدین شادیف، اسماعیل باباجانوف وادار کرده شده بود، ولی حجم تاوان مبلغ خیلی کمتر از 30,000 تا 46,000 سومانی را تشکیل میداد.